تاج ماه، نمایشنامه عروس، اثری از فریده فرجام. صدا بازیگران به ترتیب ورود به صحنه: ابراهیم آقا معمار، کاوه حاجی زاده، بتول خانوم روز عبدی، طبقکش اول مرتضی علیزاده، صاحب خانه زهرا و زن همراه دوم فاطمه سعادتمند، عذرا خانوم یلدا اعرابی، یدالله خان و طبقکش دوم محمود نوروزی، زهرا اسمت سادات عالیزاده، زن همراه اول فاطمه حمیدی اصل، صحنه‌خوان شقایق مهرابی، کارگردان و تهیه کننده روز عبدی، صدابردار و ناظر کیفی محمد جوانمرد، تهیه شده در استودیو سولان. زمان از بعد از ظهر تا شب یکی از روزهای اواخر مرداد. مکان خانه‌ای در یکی از محله‌های جنوب تهران. زنی مقابل آینه موهای خود را مرتب می‌کند. این زن بتول خانوم است. 36 سال دارد. صورتش هنوز زیباست. پیراهن کودری پوشیده. چادر ابریشمی سفید گلداری را به خود پیچیده است. از سر و وضع بتول خانوم و اسباب چای که در کنار اتاق نزدیک در چیده شده، تمیزی توأم با وسواس به چشم می‌خورد. ابراهیم آقا معمار شوهر بتول خانوم است. 50 سال دارد. ظاهرش جوان و زنده دل است. صورت گوشتالود، ابروهای پرپشت و چشمان سیاه و نافذی دارد. از حرکاتش اطمینان و اعتماد به نفس احساس می شود. به بتول خانوم علاقه‌ای توأم با احترام دارد. ابراهیم آقا شلوار سیاه به پا و پیراهن سفیدی به تن دارد. آستین‌های پیراهنش را بالا زده. کتش را روی دستش انداخته است. سلام. سلام. اومدم صدات کنم بیای چای بخوری، دیدم نیستی. آره، هر کار کردم خوابم نبرد. پا شدم رفتم یه سر به مسائل فروشه بزنم ببینم آجر فرستاده بالا یا نه. نمیدونم چه گرهی تو کار این خونه نارمک خورده که همینطور مونده. امروزم نتونستم بخوابم. این اتاق روی آشپزخونه زمستونا تا سینه دیوار نم میده. تابستونا هم مثل جهنمه. مگه این خونه رو خودت نساختی آقا؟ اینم تقصیر بقاله شد. رفت به چشم چشمی من از 2 محله اونورتر معمار آورد. دسته بر قضا معمارم رفیق خودم از آب در اومد. اون حسن آقا معمار یادته؟ اونی که چند سال پیش خونه خیابون شاپور و شراکتی با هم ساختیم. بهت میگفتم یه پسر کوچیک داره همراهش میاره سر کار. آره، یه چیزی یادمه. همون بود. بهش گفتم به این بقاله بگو آب انبار رو پشت اتاق من نندازه. هر چی گفت به خرجش نرفت. حالا عوضش یه ور دیوار خونش نش کرده. هیچ علاجی هم نداره. اونم نون قلبشو میخوره. زنش نمیدونم چه درد و مرضی داره که دائم پول حکیم و دوا میده. از فکر این خونه نارمک بیرون نمیرم. همچی که هوا ابری میشه انگار غصه دنیا رو تو دل من میکنم.
اگه یه نم بزنه همه دیوارا یه دفعه نشست میکنه. هی، خدا بزرگه. بتول خانوم، حرفایی که دیشب بهت گفتم و یادته؟ آره آقا. حالا خاطرم نیست چطوری بهت گفتم، اما میخواستم بگم بازم هر طور میل خودت، من حرفی ندارم. چه میدونم، اختیار با خودت آقا. منم خوشی شما رو میخوام. حالا که دیگه عقد کردی تموم شده و رفته. خدا رو خوش نمیاد دختر مردم رو سیاه‌بخت کنی. اتفاقا خیلی بهتر شد که من سر عقدتون نبودم، چون ملاحظه بزرگتری و کوچکتری رو میکردن و مجلس سرد میشد. چه مجلسی بتول خانوم؟ خبری نبود. میخواستم ببرنش محضر، اینو اون گفتن دختره، حسرت داره، ما هم چیزی نگفتیم. دختره که ننه بابایی نداره. آقا مصطفی داییش بود و یدالله خان و من و آقای محضردار و چند تا از زنای در همسایه و سلام. یدالله خان دیگه چه صیغه‌ای بود؟ یه چایی گردوندن و 4 تا دونه آب نبات، همین. دیگه زن گرفتن سر پیری که دنگ و فنگ نداره. خب حالا که گذشت، اما شما میدونستی که من آرزو داشتم خودم این کارو بکنم. چند بارم این ور اون ور برات دختر دیدم. میدونم بتول خانوم، دیگه سرکوف نزن. تو هم همه چیزو در حق من تموم کردی. 20 سال آزگار خودتو به پای من پیر کردی. هی، بالاخره باید یه گوشه پیر می شدم. تو خیلی مشکل پسند بودی. هر جا میرفتی یه ایرادی میگرفتی. میخواستم زنی که تو این خونه میارم همه چیز تموم باشه. میدونی که من قسم خوردن بلد نیستم، اما بازم میگم که یه سر سوزن خاطر این دختره رو نمیخوام. اصلا درست ندیدم چه شکل شمایلی بود. از خیلی وقت پیشا حاجی همومی و این یدالله خان تو گوش ما میخوندن که بیا این کارو بکن. دخترم خواهرزاده همین آقا مصطفی است، قوم خویشی هم نداره. همین آقا مصطفی که دنبال مسئله میره؟ خوب خودشو به موش مردگی زده بود. حالا دیگه قوم خویشم شدیم. اون یدالله خانم که به قول خودت یه روز خوش واسه ما نمیخواست، حالا چطور شد یهویی دلسوز تذاب در اومد؟ بتول خانوم، من که در بند دختره نبودم. از من دیگه گذشته، من آفتاب لب بومم. یه شب دیدی سرمو گذاشتم زمین، دیگه بلند نکردم. ای بابا، خدا اون روزو نیاره. وقتی این بچه‌های لخت و پاورنه رو تو کوچه میبینم یه حالی میشم. به خودم میگم اگه پسر منم میونه اینا تو خاک لول میزد چطور میشد؟ یعنی چیزی از دنیا کم میشد؟ زور وقتی از سر کار میومدم از تو خاکا بغلش میکردم و میآوردمش تو. دست و پاشو میشستم، یه 2 تا فوشی هم بهش میدادم. حتما بچه زبلی از آب در میومد. یه شمدونی سالمم به گلدونا نمیذاشت. جون خودت از اون اول سرشو میدادم از ته بزنم که تو خط فرق کردن نباشه. اگه واسه بچه نبود کی من زیر بار این کار میرفتم؟ 20 سال خونمون سوت و کوره. صبح پاشو چایی بخور برو سر کار، ظهر بیا نهار بخور برو سر کار، شب بیا دوباره فردا از نو شروع کن. راست میگی، حق داری. بالاخره آدم تو زندگیش باید یه دلخوشی داشته باشه، یکی باشه که عصای پیری آدم بشه، و الا قرب و منزلت 20 سال زندگی رو که آدم واسه یه دختر به باد نمیده. حالا کی میخوای بیاریش؟ چه میدونم، قوم خویش دختره میگن ما رسممون نیست دخترمون رو عقد کرده بذاریم بمونه. حالا دیگه ده بیا. کدوم قوم و خویش؟ تو چرا زیر بار میری؟ میخواستم اگه ساعت داشته باشه امشب بیارمش. همین امشب؟ تو تازه 1 هفته است که عقد کردی، مگه 1 هفته نیست؟ آره، اون 3 شنبه بود، تا امروز درست میشه 1 هفته. حالا حتما میدونی که ساعت داره، کاش که یه استخاره میکردی. همسایه‌شون استخاره کردن خوب اومده. 1 ساعت دیگه هم اساس و خورده ریزاشو میارم.
آخه منم آرزو داشتم. میخواستم بلکه برنجی تو آب بریزم، در و همسایه رو خبر کنم. همینطوری خودت رفتی، بریدی و دوختی. حالا ناغافل میگی میخوام امشب بیارمش؟ بتول خانم، دیگه منو خجالت نده. تو در حق من خیلی گذشت کردی. تو خونه من پیر شدی. حالا هم خم به ابروت نمیاری. زهرا باید تا آخر عمر کنیز تو باشه. تو دیگه نواس دست به سیاه‌سفید بزنی. میشینی تو اتاقت، چشم زهرا کور میشه، باید کلفتی تو رو بکنه. اسمش زهراست؟ یادت قرار بود اسم دخترمون رو زهرا بذاریم؟ آره، زهرا. چه میدونم. پاشم نمازم داره غذا میشه. بتول خانم استکانها را جمع می کند و در سینی می گذارد و آتشخانه سماور را فوت می کند. خاکسترها در هوا پخش می شوند. سماور را در جای خود می گذارد. کنار بساط چای می نشیند. سیگاری آتش می زند و می کشد. اومدم. بله اومدم. یا الله، اساس مال این خونه است؟ بله اومدم. سلام قربان، منزل ابراهیم آقا معمار همینجاست؟ آره داداش، همینجاست. بفرمایید. ایزه میدین این لنگه در هم واز کنیم؟ خب تو تنها اومدی؟ نه قربون، رفیقم داره میاد. یه خانومی رو هم همراه ما کردن، اونم مثل ما نابلده. ما زبر و زرنگتر بودیم، زودتر رسیدیم. یا الله، بفرمایید. سلام علیک. خسته نباشین. بفرمایید. بغل حوضیه راست برو، از پله برو اتاق روبرویی. چشم آقا. نفسم بند اومده. سلام علیکم آقا معمار. سلام از بنده است خانوم. خسته نباشین. وای، مواظب یه نشونی نوشتن دادن دست ما. 3 محله پرسون داریم میایم. ما رو خجالت زده کردین خانوم. من که صابخونه به این مهربونی ندیده بودم واقعا. اختیار دارید آقا معمار، وظیفه‌مون بود. آخه طفلی زهرا که دلسوزی نداره. من اومدم اساسش رو جابجا کنم. بفرمایید اتاق روبرو. هر طور میل خودتونه مرتب کنین، منم کمکتون میکنم. مواظب چراغ باش داداش، مواظب باش. شمدونیا رو نشکنی، یواشتر. بیا این طرف. بتول خانوم. بله آقا. اون کلید اتاق مهمون خونه رو بده به من. مواظب باش، پشت پرده شکستنیه. نشکنی دستمون بسته بمونه. مواظبم خانوم، مواظبم. ما با پشت پرده کاری نداریم که. اون 2 تا جعبه رو بیارین. عذرا خانوم چادر نماز گلدار به سر دارد. پیراهن یقه بازی پوشیده. موهایش را به رنگ قهوه‌ای کرده. یک دسته از موهای فرخورده‌اش روی پیشانی کپه شده. یک دندانه طلا دارد. چشمهایش قهوه‌ای روشن است. شغلش از سالها پیش بنداندازی و توالت عروس است. عذرا دوست قدیمی بتول خانوم است. زنی زنده دل. صاحب خونه ها کجایین؟ در خونتون 4 تاق وازه. به به، اساس عروس خانوم مبارک باشه، به سلامتی. به سلام علیکم آقا معمار. سلام از ماست عذرا خانوم، بفرمایید. سلامت باشین، با اجازه شما. ایوا، بتول خانوم جون، خونه ای؟ سلام علیکم. علیک سلام عذرا خانوم. چه عجب از این طرفا.
من که هر روز اینجا یه سر و گوشی آب میدم. تازه بازم میگی چه عجب؟ شما سایتون سنگین شده خانوم. اساس بی صاحب شده شو دارن میارن؟ آره. خواهر، این که بدتر از من رنگ و رو نداره. یه ذره رنگ رو این بریز. هی بهت گفتم بتول خانم جون، آقا معمار داره دنبال دختر میگرده. گفتی محال ممکنه بی صلاح دیده من کاری کنه. حالا دیدی؟ اگه چند سال پیش رفته بودی یه بچه بیننه بابا میآوردی بزرگ میکردی، حالا سرش گرم شده بود. میخواست بچه مال خودش باشه. وا، حسرت به دلی. عذر خانم، چطور شد امروز بیکار موندی؟ چه میدونم، رفتم بالا یه سر پیش شمسی خانم زن آق رضا. یه من و منی کرد و گفت امروز گرفتارم، حال و حوصله صورت درست کردن ندارم. منم دیدم باید 4 کورس ماشین سوار شم دیگه. موندم ناهارم و خوردم و اومدم. بتول خانم، مثل این که یه ته بزکی کردی یا. بذار منم یه دستی تو صورتت ببرم. دستم خوش شده، والا شگون داره. نخت کجاست؟ چیه بابا، مسخره کردی؟ ولم کن، شوخیت گرفته؟ من به خیالم تو داری همینجوری یه چیزی میگی. جون من بتول خانم بذار، کاری نداره. 2 تا این ور میندازم 2 تا اون ور تا به جنبی تموم شده. شگون داره، تو نمیدونی. حیا کن زن، از من دیگه گذشته. مگه عروسی دخترمه که دست و دلم به این کارا بره؟ چه دل خوشی داری تو. آقا اینا رو کجا بذاریم؟ اون متکا رو بذارین اونجا. وایسا ببینم، همه زندگی رو ریختین به هم. ول کن، بذار کارشو بکنه. ایشالا به خیر و خوشی. سلامت باشی. الهی به پای هم پیر شین. سلامت باشی. دیگه چیزی نمونده؟ نه قربان، دیگه اساسی نمونده. هر چی بود آوردی. دستتون درد نکنه. ماشاءالله چقدر اساس بود. خدا زیاد کنه. آقا معمار، من چینیا رو گذاشتم رو تاقچه، بقیه اساسو وا نکردم، همینطوری چیدم اون کنار. دستتون درد نکنه. بفرمایید. اینم پول چایتون. خدا برکت بده، دست شما درد نکنه. این هم نمیدادین قابلی نداشت. انشالله که به سلامتی. به سلامت. خوش اومدی. خانم شما رو بلدین؟ بله آقا معمار، اومدنی از یک کوچه دیگه اومدیم، حواسم پرت شد. حالا 2 محله اونورتر راهی نیست، خودم میرم. الهی به پای هم پیر بشین. خداحافظ. خداحافظ خانم، دستتون درد نکنه. به سلامت. رفتن؟ آره. این زنیکه رو نشناختی؟ واه، من نشناسم. صابخونه دختر است دیگه. به هوای اساس چیدن اومده سر و گوشی آب بده. این اسم خوبی داره. چی بود خدایا؟ خانوم باجی، حاجی خانوم، یه همچین چیزایی. چه میدونم. ببینم، تو هنوز شکل و شمایل دختره رو ندیدی؟ نه. اسمش هم نمیدونی چیه؟ امروز آقا گفت اسمش زهراست. مسک دختر خیلی ترگل ورگله. آخه میدونی یدالله خان انگار پادرمیونی کرده و همه کاره شده. از قرار زن یدالله خان دختره رو دیده و اومده واسه در همسایه نقل کرده. میگن لپاش مثل سیب سرخ میمونه. لابد دیگه حالا هوش و حواس آقا معمار پیش اونه. آقا دلش واسه بچه پر میزد. زیاد در بند شکل و شمایل دختره نیست. حالا خدا کنه به آرزوش برسه. من که از اولم حرفی نداشتم، حالاش هم حرفی ندارم. آقا این چند روزه همش تو فکر بود. همش به خودش میپیچید. اون روزی هم که تو خبر عقد کردنشو برام آوردی، من اصلاً به روش نیاوردم. اما چی؟ دل خودم مثل سیر و سرکه می جوشید. دست آخر دیشب موقع خواب مثل اینکه بغضش ترکیده باشه گفت بتول خانوم. گفتم چیه؟ گفت میخوام یه چیزی بهت بگم.
من شستم خبردار شد که چی میخواد بگه. اما به روی خودم نیاوردم. دلم میخواست از زبون خودش بشنفم. خلاصه هی از این در گفت، از اون در گفت، دست آخر موضوع رو بروز داد. گفت بتول جون، بالاخره سر پیری این رفقا کار دستم دادن. درسته که من از خدا فقط یه بچه میخوام، اما دیگه زنگوله پا تابوت که نمیخوام درست کنم. گفتم آقا سرت سلامت باشه، ایشالله مبارک باشه، کاریه که شده. گفت تا ما می جنبیدیم این یدالله خان و حاجی حمومی و یکی دو تا اسم دیگه هم گفت که حالا یادم نیست، هی حرف بچه رو پیش می کشیدن. می بینی عذرا خانوم چطور دورش کردن و کار دستش دادن؟ خیرشو نمی بینن، خاطر جمع باشه. دیگه چه می دونم؟ چقدر غلط کردم گفت خدا می دونه. اینطور که می گفت شکل و شمایل دخترارم درست حسابی ندیده. اون که هیچ وقت در بند شکل و قیافه دختره نبود. عذر خانم، صبر کن ببینم کیه. آقا معمار. اومدم. سلام علیکم. سلام علیکم یدالله خان. بفرمایید تو صفا آوردین، بفرمایید. یالا انگار یه خورده زود اومدم. نه اشکالی نداره، خیلی لطف کردین. قدمتون روی چشم، خونه خودتونه. یدالله خان فضول محله است. آره همونه که معامله رو جوش داده. کاشکی قلم پاش خورد میشد. سلام عرض میکنم بتول خانم. سلام از بنده است یدالله خان. بفرمایید، چه عجب از این طرفا. چی کار کنیم خانم؟ دیگه بعد یه عمر دوستی روی آقای معمار رو که نمیتونم زمین بندازم. آخه همون از این پیری و دردای جور واجورش، این پادرد زلم کرده. پس چرا رو پله میشینی یدالله خان؟ بفرمایید تو اتاق. نه همینجا خوبه. پیشینم زمین بدتر پام خوش میشه. جون خودتون نمیذارم، این آجرا نموره. داداش اگه راحتی منو میخوای ولم کن، بذار همینجا بشینم. ولم کن، دستت درد نکنه. ای بابا اینطوری که نمیشه. بتول خانوم چاییت براهه؟ الان دم میکشه آقا. چیز غریبیه، هر وقت آدم میاد خونه شما انگار آب از آب تکون نخورده. یه عمر این شمدونیا همون جایی که بودن هستن. یه پوش از سر جاش تکون نخورده، همه جا شسته رفته و منظمه. ماشاءالله به بتول خانوم تو کدبانویی. آقا یدالله خان سلام عرض کردم. به عذرا خانوم، شما اینجا تشریف دارین؟ صاحب تشریف باشین، در خدمتتون هستم. سلامت باشین. ماشاءالله. حالا خونه فامیلای ما که هر کدوم 6-7 تا بچه قد و نیم قد هست، نمیدونی چه خبره. از سر کوچه صدای قیل و قالشون میاد. نمیدونی خونهشون چه صفایی داره. آدم وقتی این بچه ها رو میبینه که ورجه ورجه میکنن دلش واز میشه. جون خودت جلو درگاهی اتاقشون همینطور رو هم کفش ریخته. آدم خیال میکنه مسجده. بفرمایید یدالله خان، چایتون سرد نشه. آقا با عروستون چطورین؟ والا چه عرض کنم، اجالتا که هر روز تو اتاق میشینه و دست به سیاه و سفید نمیزنه میکنه. عیال بنده سر پیری با 30 تنه کارای خونه رو بگردونه. حقشه. خب خانم بزرگ خودش رو سبک میکنه. باید بشینه عروس چشش کورشه همه کارا رو بکنه. بالاخره اون جوونتر و تازه نفستره. حقش بود از اول باش شرط و پیمون میکردی یدالله خان. حالام دیر نشده جونم، کم کم حالیش میکنم. زنا از حرف حساب که همچی پوست کنده بهشون بگی خوششون نمیاد. باید حرف حسابو یواش یواش به گوششون خون. آقا معمار غیر اینه که میگم. چه عرض کنم والا.
آقای عدالله خان، بالاخره اون استشهادی که از اهالی محل واسه خاکای سر کوچه جمع کردین نتیجه داد یا نه؟ این خاکا که هنوز همونجا تلمباره. بله خانوم، من دنبالش هستم. همین فردا پس فردا میان خاکا رو میبرن. شما هم به اهل محل بگین که خیالشون راحت باشه. کی گورشو گم میکنه میره؟ اومده با آقا برن عقب دختره. نه، جون معمار راست میگی؟ دروغم چیه؟ امشب دختره رو میارن. تو که حتما خودت بهتر از من میدونی. من غلط کرده باشم؟ چه حرفا؟ خوب داداش، خونه نارمک کارش به کجا کشید؟ والا میخوام نصف کاره بفروشمش. پاک دست و بالمو بسته، خواب و خیال ازم گرفته. میدونی که من طاقت طلبکار ندارم. 4 روز دیگه سر کله‌شون پیدا میشه و آبرو برام نمیذارن. خب ایشالله که این دختر قدمش خوبه، اوضاعت رو به راه میشه. همیشه که اینطور نمیمونه. بزنم تو سرش. خدا زدتش. کسی چه میدونه های معمار؟ به جون خودت قدم بچه زندگی آدمو زیر و رو میکنه. به آدم دلگرمی میده. اصلا آدم حالیش نیست چجوری میره جون میکنه و پول در میاره. ایشالله همین روزا تو هم از این دلمردگی در میاد. دیدم پسرای خودش همه چه خوش قدم بودن. باباشونو به اسم و رسمی رسوندن. خب آقای معمار، هوا داره کم کم تاریک میشه. پاشیم بریم، اونا اونجا منتظرن. حالا همچی دیرم که نشده. من که عجله‌ای ندارم. آخه مرد حسابی، من با سر شب خونم باشم. خوشا به حال ما زنش. بچه 50 سال پیشیم، چه دخلی به شماها داری؟ آخ ای بابا، این پادرد ما رو کشت. پاشو را بیفت. آخه با اجازه، دست پنجتون درد نکنه بتول خانم. به امون خدا. سایتون کم نشه. همیشه از این کارا کنین. ما رو حلال کنین عذرا خانم. سایتون کم نشه. آی معمار، اساس عروس خانم آوردن دیگه؟ بله. بعد از ظهری آوردن. بتول خانم، بله. اگه دیر کردم دلنگرون نشو. خداحافظ. به امان خدا آقا. به سلامت آقا. به سلامت. راستی رفتن ها. تو هم همینطور نشستی و نگاه کردی. میخواستی چی کار کنم؟ اوا، تو سرت میزدی، شیون و زاری میکردی، جلوشونو میگرفتی، خودتو به غش میزدی. شاید پشیمون میشدن، یه فکری میکردن. آخ، اگه من جای تو بودم الان یه مو رو سرش نمیذاشتم. کاری میکردم کارستون، همه محله رو میریختم تو خونه، آجان میآوردم. اون یدالله خان بی همه چیزو بگو. مرتیکه بی حیا با موی سفیدش خجالت نمیکشه. آی دلم میخواست چاک دهنم و ول میکردم، هرچی به دهنم میومد بهش میگفتم، میشستم و آبش میکشیدم میذاشتمش کنار. حالا صبر کن قضیه خاکای سر کوچه رو برات بگم. دیدی وقتی من گفتم خودشو از تک و تان انداخت؟ الحق که خیلی رو داره. یه روز ما نشسته بودیم، دیدیم تو کوچه داد و قاله. چیه چه خبره؟ دیدیم بله یدالله خان را افتاده دوره، داره برای خاکا استشهاد جمع میکنه. میگه بله حساب ساختمون سر کوچه زور داره، سرشناسه، این خاکا راهو بند آوردن، فردا زمستون کوچه پر از گل میشه. حالا کی؟ 3 ماه پیش. خلاصه یه پولی واسه استشهاد گرفت، به در و همسایه‌ام گفت این پولا رو باس بدم بالای تمر زیر استشهاد. هرچی جز زدم بابا استشهاد که دیگه تمر نمیخواد، من سالی 100 تا از این استشهادا جمع میکنم، من سالی 2-3 ماه تو دادسرا میرم و میام، من که بهتر از شما میدونم. حالیشون نشد که نشد. یدالله خان خودش هوای کارو فهمید، اصلا دمپر من نیومد. حالا تا گفتم
فهمید خاکای سر کوچه رو میگم. راستی با عروسش تا حالا چند دفعه دعواشون شده. چشم زنش کورشه، سر پیری باز کلفتی دختر مردمو بکنه، اونم چه ایکبیری رو. خوب شد واسه عروسیشم نیومدن دنبال من، رفتن یک دیگر رو بردن. چه صورتی هم واسش درست کرده بود خدا میدونه. ایوا نگاه کن، این یکی ترک خورده. همین دیروز خریدمشا. به مرتیکه یه عالم قسمایه دادم که لوله فرنگی بده. گفت فرنگیه. حالا روشن نکرده ترک ورداشته. خب خواهر میخواستی علامتشو نگاه کنی. علامت داره دیگه، ایناهاش. نه جونم، این علامت فرنگی نیست، با 3 ستاره نشون باشه. لوله چراغ من 3 ماه گوش شیطونکر داره کار میکنه. این دفعه بگو 3 ستاره نشون فرنگی میخوام. چه میدونم والا. ای وای، خدا مرگم بده، شب شد. پاشم اینم از کار و کاسبی امروزمون. کلید خونمون پهلوی منه. الان صاحب خونمون از روزه برمیگرده میمونه پشت در. اون وقت دیگه ده بیا. خب تو میخوای راستی امشب اینجا بمونی؟ کجا پاشم برم؟ اینجا خونه منه. این زندگی مال منه. هر جا برم 1 روز مهمونی، 2 روز مهمونی، روز 3 باز برگردم سر خونه زندگی خودم. حالا دیگه باز برم دنبال توشه آخرتم. روزا برم مسجد، شبا بیام سرمو یه جا بذارم و بخوابم. کاری به کارشون نداشته باشم. هرچی فکر میکنم بازم جای شکرش باقیه. اگه آقا مثل مردای امروزی نمک نشناس بود، دستشو میزد پر کمرشو میگفت چشمت کور، همینه که هست. دلم خواست زن بیارم. میخوای بخوا، نمیخوای برو. اون وقت چی میگفتم؟ شایدم اگر اون عیب و علتی داشت من ازش طلاق میگرفتم. چه میدونم، از معمار هرچی بگی کم گفتی. اما دختره از فردا روز و روزگار برات نمیذاره. اینقدر زیر گوش شوهرت میخونه تا تو رو زابرا آواره کنه. بعدش هم میشینه سر خونه و زندگی تو، واسه خودش خانومی میکنه. مگه من خودم همین بلا رو سر حبوم نیاوردم؟ خدا بیامرز شوهرم از اون مردای دست پا چلفتی بود. یه توپ و تشر بهش می اومدم، یه دستی هم هر شب به سر و گوشش می کشیدم. دیگه هر چی می گفتم نمی آورد. دست آخر زن بزرگ دید نه، از پس من بر نمیاد. جلو پلاسشو جمع کرد و رفت. حالا من که ریختی نداشتم، این دختره بر و رودارم هست دیگه بدتر. آقا مردیه که میخواد سرش تو سرا بلند باشه. اینطورم که تو خیال کردی نیست عذرا خانوم. خدا کنه ببینیم و تعریف کنیم. راستی ببینم نفهمیدی صورت دختره رو کی درست کرد؟ نه. حیف شد. اگه تو صاحب اختیار بودی الان من صورتشو درست میکردم. عیب نداره، ماه دیگه میگم تو رو خبر کنه. اما اگه بفهمن دستت بده چی؟ وا چه حرفا؟ دستم بده؟ پناه بر خدا. الحمدلله هر عروسی درست کردم سفید بخت شد. آخه صورت منم تو درست کردی. خوبه 20 سال آزگار مثل خانوما زندگی کردی. حالا شوهرت هوس زن جوون کرده، تقصیر من چیه؟ خوبه دیگه، پاشم برم. تو هم بشین کنج اتاق قنبرک بزن. اینم کار و کاسبی امروز. خداحافظ. بازم میگم پاشو بریم، خودتو سبک نکن. دیگه شبه، کجا بذارم برم؟ عیب نداره خواهر، دنیا یه جور نمیمونه. فردا پس فردا یه سری بهت میزنم. سلامت باشی. خداحافظ. خدا نگهدار. راستی قرار بود آقا معمار حیاطو بفروشه، چطور شد؟ حالا که خبری نیست. خداحافظ. چه میدونم. بتول خانوم نزدیک آینه می آید. موهایش را مرتب می کند. پیراهن ساتن زرشکی خود را از بغچه بیرون می آورد و می پوشد. جلوی آینه می رود.
به صورتش دستی می کشد. آرام آرام در اتاق راه می رود. چراغ را از روی تاقچه بر می دارد. جلوی آینه می گیرد و با دقت به صورت خود می نگرد. از دور صدای ضربات دایره به گوش می رسد. بتول خانم می نشیند. به چادر شب رخت خواب تکیه می دهد و زانوهایش را بغل می کند. صبر کنید مردا برسن. ما راهچا رو بلد نیستیم که. وا، راهچانی میخواد. همون دره دیگه. بفرمایید همون پله رو برو. آی معمار، ما رو دیگه مرخص میکنی؟ اینطوری که بده. ایشالله یه موقعی دیگه. ایشالله به پای هم پیر بشیم. خداحافظ. به امون خدا. سایتون کم نشه، خیلی زحمت کشیدیم. آخه این که بد شد. راستی دایی عروس کو؟ گفتم نیاد. خب خدا نگهدار. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. بتول خانوم، شمایی؟ اومدم تو رو ببرم تو اون اتاق. نه، سلامت باشی، همینطوری بهتره. بالاخره باید یه روز چشم تو چشم این دختره بیفته. من که غیر این نگفتم. فردام روز خداست. بالاخره همدیگر رو میبینیم. نمیدونم. خودم هم نمیدونم. هیچ سر در نمیارم امشب اینجا چه خبره. این زنا واسه چی اینجا جمع شدن؟ از فردا تکلیف من با این دختره چی میشه؟ دیگه کاریه که شده آقا. ایشالله همه چی رو به راه میشه. فکرشو نکن. با این کار آتیش دو دنیا رو برای خودم خریدم. تازه معلوم نیست آخرش چی بشه. تو هر کار خوبی عاقبت به خیریه آقا. باید این دیوارا تعمیر بشه. یه دفعه دیدی همشون خوابیدن. اون وقت باز هممون بچپیم توی اتاق زیر کرسی. اگه مشتری خوبی پیدا بشه فردا آبش میکنم. دیگه از این محله به سطوح اومدم. اگه بریم محله‌های بالاتر یه خونه نقلی 2 طبقه هم بخریم بد نیست. ایشالله. خب پاشو بریم اون اتاق. نمیخوام تنها بشین اینجا. نمیتونم تو اون اتاق بیام. چه میدونم. سلامت باشین. دیگه دیر وقت آقای معمار. ایشالله سلامت به پای باشین. هم پیر بشین. جون شما و جون زهرا ها. سلامت باشید. زحمت کشیدید. خداحافظ. هلای خیر ببینی. خیال آقا مصطفی راحت شد. خداحافظتون باشه. خداحافظ. به سلامت. به سلامت. خدا نگهدار. این حوضم ترک ورداشته. آبش از دیروز تا حالا یه عالمه کم شده. همین آبا میرن زیر پیا. فردا حیاتو به هر قیمتی شده میفروشن. باید از این محله بنکم بشیم بریم. پس فردا زمستونه، یه نم بزنه یه عالم ضرر میذاره رو دستمون. فردا باید این خونه رو بفروشم. دیگه از این محله به سطوح اومدم. زهرا اندام باریک و تکیده‌ای دارد. چادر ابریشمی صورتی رنگی به سر و پیراهن ابریشمی گلداری پوشیده است. صورتش لاغر و استخوانی است. چشمهای درشت و سیاهش نگاهی آرام دارد. زهرا از پله‌ها بالا می رود و به آرامی چند ضربه به در اتاق بتول خانم می زند. بتول خانم با دقت گوش می دهد. ضربه ها تکرار می شوند. بتول خانم بلند می شود. مکث می کند. به طرف در می رود و چفت در را باز می کند. با تعجب زهرا را در مقابل خود می بیند. سلام، من زهرام. داشتم میخوابیدم.
اینجا خیلی ریخت و پاشیده است. چقدر تاریکه. فتیله چراغو دیگه موقع خواب میکشیدم پایین. این ساعتم الحمدلله همیشه خوابه. معلوم نیست چه وقت شبه. مهموناتون خیلی زود رفتن. خب هر کی یه رسمی داره، اما صورت خوشی نداره دخترها تنها بذارن و برن. شب عروسی دنبال خود من چند نفر گیس سفید اومدن و موندن. شاید اونا به هوای من دیگه نخواستن بمونن. چه میدونم، هر طور صلاح بوده. شب عروسی من تا صبح همه مهمونا بیدار بودن. آقا معمار سنگ تموم گذاشته بود. پدرم خدا بیامرز غیر من بچه‌ای نداشت. دار و ندارشو به من داده بود. یه هفته تموم جهاز منو می آوردن و می چیدن. خب این روزا چیزای قشنگتری هست. این ظرفای چینی و پارچه‌های خوشگل پیدا نمی‌شد. یعنی بودنش بود، اما دست هر کسی بهش نمی‌رسید. من یه عالمه ظرف داشتم. یه عالمه لاف و دوشک داشتم. هنوزم رو هم انباره. اونم لاف دوشک عروسیمه. آوردم بیرون هوا بخوره. به آقا گفتم اینجا رو بفروشه، بریم محلای بالایی خونه نقلی 2 طبقه بخریم. اینجا همسایه هامون خیلی ناجور شدن. دیگه به ما نمیخورن. اون وقتا آدمای استخونداری تو این محله میشستن. حالا همه گدا گشنه ها جمع شدن اومدن این طرفا. دور تا دور خونه تو هر اتاق 10 تا آدم قد و نیم قد وول میزنه. آدم چشمش سیاهی میره. سر یه مش خاکروبه، سر یه چیکه آب، بیا ببین چی کار میکنن. دیگه قرب و منزلت بزرگترا هم سرشون نمیشه. اگه تا عید از اینجا نریم باید اتاقا رو از نو رنگ کنیم. هرچند که خونه خیلی بنایی داره، یه عالمه خرج رو دستمون میذاره. امروز به آقا گفتم این دیوارا و حوض خرابه، باید تعمیرش کنی. حالا خدا کنه که زودتر بریم تو دردسر بنایی نیفتیم. خونه شما هم مثل این که 2 تا محله اونورتره. آقا مصطفی دایی شما هم دستش تو کار بناییه. خیلی کار خوبیه. اما این روزا کاروبار خیلی کساده. دیگه کسی خونه نمیسازه. خونه نارمک هم همینطور مونده رو دست آقا. امروز بهش گفتم خونه رو بفروش، خودتو راحت کن. بفرما بشین. زهرا می نشیند. بتول خانوم لحظه‌ای به صورت زهرا خیره می شود. زهرا با جوانی و وجود ساده و مظلوم خود تمام تصورات بتول خانوم را درباره رقیب و عروس خوشبخت شوهرش در هم می ریزد. زهرا با تعجب به بتول خانوم نگاه می کند. ناگهان از جا بلند می شود. خود را در آغوش بتول خانوم می اندازد. دستهایش را دور گردن او حلقه می کند و سرش را روی شانه او می گذارد. زهرا، ما 2 تا بالاخره باید با هم بسازیم. اینجا خونه خودته. سرشبی وقتی از جلو اتاقتون رد می شدم دیدم تو اتاق تنها نشستین. دلم گرفت. بعد که در همسایه همون رفتن اومدم پیشتون. عیبی داره؟ نه زهرا جون، چی عیبی داره؟ میدونی اگه من یه دختر داشتم حالا قد تو بود؟ حالا این زندگی همش مال توه. زهرا با التماس به بتول خانم نگاه می کند. بلند می شود. چادرش را از سرش بر می دارد. زهرا صدامو میشنوی؟ زهرا زیر لحاف می خزد. بتول خانم لحاف را با مهربانی روی شانه های زهرا مرتب می کند و فتیله چراغ را پایین می کشد. زهرا کجایی؟ زهرا صدامو میشنوی؟
زهرا زهرا